در شهر گلستان بخشیده به روز وحدت ملی مسابقه بین المللی اوید با فوتبال بین نورسانی از 8 تا 13 سال آغاز گردید. در مراسم قرعه کشی این چهاربینی ورزشی نمایندگان فدراسیون فوتبال ولایت سوخت و مربیان دسته ها اشتراک داشتند. گفته شد که چهاربینی مذکور با مقصد جلب کودکان و نورسان به فوتبال و بلند برداشتن ملکه و مهارت آنها با دستگیری فدراسیون فوتبال ولایت سوخت در موافقه با فدراسیون فوتبال کشور راه اندازی گردیده است. در این چهاربینی ورزشی 46 دسته فوتبال بازان 8، 9، 10، 11، 12 و 13 ساله از جمهوری‌های تاجیکستان، ازبکستان و قزاقستان و قرقیزستان اشتراک نموده بین هم سبقت میکنند. ما از برگزاری این چهاربینی ورزشی بسیار بولیده رو هستیم. ما را در تاجیکستان بسیار گرم و صمیمی پذیرایی نمودند. در اینجا تمام شرایط ها برای استراحت و فراغت و برگزاری مسابقه مهیا گردیده است. باوری داریم که کودکان و نورسانی که در این مسابقه اشتراک میکنند ملکه و مهارت خود را بالا برداشته من بعد از بین آنها فوتبال بازان کسبی به وای میرسد. امید به آن داریم که چنین مسابقه های بین المللی بیشتر برگزار گردد و کودکان و نورسان در چنین چهاربینی ها اشتراک نموده ملکه و مهارت خود را بالا بردارند. ما در همه سن و سالها از جمهوری ازبکستان فوتبال بازان را به این مسابقه آوردیم و کوشش به خرج می‌دهیم که دسته های ما در این مسابقه صاحب مقام های فخری شوند. حرکت قلمز. بعد قرعه کشی در همه سن و سال دسته ها به زیرگروه ها تقسیم شدند. یادآور می‌شویم که در بین فوتبال بازان همه سن و سالها دسته های پختکار یونیور، کلوب فوتبال سوخت 87، مکتب ورزشی رقم 1، دراکون یوونتوس، کلوب فوتبال سپیتامن، کلوب فوتبال غولکانداز، کلوب فوتبال تاج، کلوب فوتبال واسه، کلوب فوتبال اینتیماک، کلوب های فوتبال بنیادکار دوستلیک، پایتخت و کلوب فوتبال احمد جان از کشورهای تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان بین هم سبقت میکنند. Мы каждый год участвуем в этом турнире. Спасибо организаторам, спасибо Таджикистану. 2-3 раза участвуем в этом турнире. Это для нас большой опыт, для детям. То, что мы играем с командами, это для нас большой опыт. این چهاربینی ورزشی طی 4 روز ادامه یافته غالبان و جایزه‌داران معین و قدردانی کرده میشوند. مورد به ذکر است که برگزاری چنین مسابقه های بین المللی امکانیت فراهم می‌آورد که فوتبال بازان نورس ملکه مهارت خود را بلند بردارند و از دسته های حریف تجربه آموزند. مربیان امید به آن دارند که آینده از بین این ورزشگران خردسال فوتبال بازان کسبی به وای می‌رسند.